بچه من نری مادر جان. چرا؟ مادر قسم سر الو چرا دخترم؟ دخترم مرسل جان چرا؟ مرسل شکو بیرون. آل تو سعی که با من مثل بیوزن آور مثل خوشی ماره مفل میگیرن. آل ما مثل تو هر قسم یک اشتباه نکرده بودم. یک قسم یک اشتباه نکرده بودم که بگویم که ما بدل خود گرفتیم یا اشتباه کردیم که مرا قسم مرسی میکنه. ما قبی غیرت هستن که برم در توی نواسه چرا ندل بیست؟ سیال وارد برم زنگ زد بیا کتار سیستم ما سیال وارد کل کارشا مکم خواستگاری مکردم گفتی اگان تا هفته پر ما جای انداختم دیگه این حال باز که یک دو روز که تیر شو از این موضوع خبر شو بازگلیش هستی که باز میگه که بود دیگه من رفت آمد نمیکنم تو همه مسائل که حداقل زن خواهید چی یک زن غیر سمیرا نه مقل ما نیست چه قسم مقل باشه ما به خدا دخل نمیدم ما ایران دی مونده که بیبی تو هم نامد حالا فردین آسانات آمدن آمده نه و نو رفتن. گفت یک شو میشینیم باز میایم اما محفل تیر کنیم معلوم نیست که نال محفل شو است یا سبا چاشت است معلوم نیست دیگه. چرا که محفل است که مرا میمونه چیز نگفتم. نان لقمه دان از دان میفتید مگه منواسه نمیفتید او سو همیشه سعی که چقدر هر دقیقه که بخیر معامله چه آخر تو هیچ که معامله شد یک اشتراک نداره. حالا چرا چونتی ششتی چرا؟ چی گپ شده بچه؟ باید قدم اینجا میشینم گوش که دخترم حالا او باید اون از عروسی صرف نظر کرد چه شدی؟ از عروسی صرف نظر کرد گو ما عروسی نمیکنم کدی ما عروسی نمیکنم؟ عروسی میکنم گو یک هفته بعد گو تا خواهشات گو آرزو رو ما برآورده نکنم گو تا لباس چیزا نخرم گو مادر ما عروسی نمیکنم جدی میگی مادر اما قسم گو؟ اینم برای قسم ما گو فهم میگیره؟ هنوز یک مطلب تیر کرد گفت مادر جان گفت مرده در گریه خوب معلوم میشه گفت زنده گفت در همیاریسی در توی تلاله ساز سرود گفت خوب معلوم میشه گفت ساز سرود نباشه مادر جان گفت خیر تا یک هفته من می جمع هستم به خاطر تنهایتان بعد از گفت ما عروسی میکنم اما تو گفت مادر؟ اینا ما تو ما گفت فهم میگیره برام کلام میگیره گفت لباس گنده خانیش باور که بچه گفت نه نه قسم حالا من سر که قسم بخوام سر اولاد خود این سر خود قسم میگم من اولاد خود دارم بچه نی به خدا اینا تو گفت بچه جدیستی؟ دخترم دختر نازدانه ما به خاطر از خاطر تنهایی وقت پیجا اگر عروسی نمیکنم من اینم تو کدی کالای سیاه میرفتم دخترم خدا نکنه کت کالای سیاه بودی خدا با دخترم خوشبخت داشته باشه با سر بلندی بر کت کالای سیاه چرا برای دخترم مادر سلمام نبوده که حداقل مفهوم که برش روان کنیم ببینه دلش حداقل خوشحال که خواهر سعی مفهوم گرفت عروسی گرفت سلمام میخواست که من بهترین مفهوم بگیرم قسم خود نمیخواست که مثل فاتحه خانواده با من یک نکاح کنه بره بل خب پدر این حداقل مام دوی خوش نبود که حداقل دو معامله که دیگه بیمیم نباشه میم نباشه که دیگه او محفل است که 4 تا دوست آدم نباشه نمیشه جان پدر ما پیش خود فکر کردم کیام نیستن دیگه دفعتن در 4 دوباره تو که نباشه
باز بد میگه کلام یک بده. کارسی میکنه ما متخوش خالی بده آه. قضا اومد قوا سرمان ببین داشت قتالاش به میروز کرد که حداقل تو معامله خوش جمع شود جان بودی پدر بازی می‌خوای. میشه دیگه او بای نه نه ما حق داشتم مرزوم حق داشت بیچاره هر چی نفش دختر از بازم یک دوست دشمن دلش داشت یک سنده قانون گرفت. میکنن چه داشت چی مشکل داشت در فامیلش هم که خوش خالی بود آرزو کرده خامور میگم تو بخیر خیر باشه هرچی باشه بهتر خوبتر از هرچی که خیر باشه خیر از خدا میخوایم خداوند جل شانو خودش بهتر میفهمه همین خیر ما بود که نه گفت به طریق رفتید ان شاء الله بهتر میشه باز بخیر بکنه دیگه باز تو پای اگر برم موال خانه رو بگیرن برای از این کارگرا هر چی نفش سرنش یک نفر باشه که نظارت کنه کم کار رو به خوبی پیش ببرن تو میری اوجه بچه ما گفتم ما بریم خانه همه چون اینجا نمیشه اینجا بعد از خواد گفتن که این آمده افتیده ها ما ملای خانه اینجا افتیده نمیشه چاره نداریم اینا خانه همه چون میریم تا بخیر معامله شوه که معامله سخت گرفت خانه خورم من خانه خور نمیرم چرا نمیرم دیگه حالا بخیر چی قرار شدی بخیر که بریم یه چیزتان معلوم نیست نه تویشان معلوم است نه دیگهشان معلوم است آوردم ما در خانه شون در حال ما آمدیم مثلا که ما توی ببینیم بخیر بریم خاله خانه بیگانه خانه است خانه مادرم است خب خانه کدام دشمن نامدیم با کدام چی بانت را خواستن و چه خبر او سو نانید چند گریان داره ایسو آرزو دیسو گریان داره یک معلوم نیست توی همین رقمه باشه یک نفر آوردن و چی را میفهمه قرار الگه توی ماست فقط از اون نمیشه که داد نه مرا زنگ میزد که ما برات کل چیزا جور میکردم و پدرشم یک گونه تو چی کردم میتونی چرا چی تو میگم تو ما چی نمیکنم بگو از آشپزش گرفته تا گل پوشش تا آرایشگاهشان کل چیزش برات جور میکردم دیگه چی کار داشتی برای توی بگیرم که 4 رقم سایه دانش باز کنم اگر این رقم گپ میشد یک دفعه همین میامد نه میایا غیر دشمنی رو که ما گرفتن نه خورت آمد نه همین آمد نه زن کاکای آمد هیچ کس نامد خیلی چی رقم محفل بگیره خب اینا ما که آمدم کجا یا چیز را میفهمیدن محفل بگیرن کوا بیان خوب شد که همون حال با یک که محفل بگیره حالا بینی بریدگی را کجا میبرین انا فکر که میخوانم میمان پر تینگ تینگ گریانای از یار سعی میکردن اما تو خوب بود خوب شد که همون آمدن که خیر سعی ما تو ببینیم همین چیزا را دیگه مردم نبینن باز پدر از او که از والا دقیقه بچه خود باشه والا تو نفر نام خدا نصیبش شده که والا شور بخوره شور علاج بده و رو دقیقه بچه خودت نیست خلاص هر کس باشه با میگی مرسل بله خوب شدی؟ بهتر است خب بله جز خاطر از این اوباید بخیم دیگه ساعت خراب کردم زندگی خالم را خراب کرده خالم بیچاره بخیر چقدر نگران شده چرا من رقم نمیده زیاد فشار نیرده سرخونه در فکر نکن تو اگر بخوای درش فکر کنی بزن چیز نمیشه دیگه اذیت تو نماره فکر نکن اذیت تو ماره میرس فکرم بیرون نمیشه هیچ نمیتونم من میکارو بکنم و باید میفهمی چقدر بچه با لیاقت است چقدر بچه خوب است نه خبر دارم است بچه با نظافت بچه که ارزش خیلی چیزا رو داره ارزش بهترین رو داره دیگه به اون خاطر کارو میکنم چون دلم برش میسوزم واقعا برش ارزش خیلی هستم برش ارزش میتونم گفتم رگ و ریشه نیست آره خب گفته بازم تو زیاد از فکر نمیتونی چی بله خب چرا گرده دید از او خس نمیشه که فکر نکنی چند ساعت لرزانی کمتر فکر کنه هم خالم رو نگرم هم خودتون رو دیدی وزید برای نمیمونی ببرم الان تو مریض شدی ناجور شدی بیزی بیادر زاده خیلی خدایتون اولاد ملتش مادر کلام مگویسته که دلش خوش نشد و دیگر خون شد نامد
همیشه اولاد بود چرا از کجا بیادر داده سی بار گم این بسه کم بخیر میگه که من کار خراب شد سی نمیگیره نه جنگلی ها را خراب شد ما گفتم که چی میکنی جنگلی ها رو نمیگیره ما یک چند دقیقه رفتم اونجا پیش زن مومای راستی در زیرک درخشم خوب سایت یه خوبش بود خوشحالم میمد کلام اونجا بیش نه بابا بسیار فضایش همت خوبش خوب طبیعی شماله خوبش دیگه یک چیز رفتم که زن مومای یک عرض گفتم برای فاطمه دونه گفتم که من که آدم هم خارجی پیسدار پولدار پیدا کو که خیر شمی تو را میتم در خرید ها میبرم بعد 100 تا پا کالا میخرم تا جرابم برای پاید میخرم چطور که یه بزنی چرا بچه گپ بد نیست حالا چرا یه بزنی ما بار دوشتون شدیم در این خانه چی بلا نانخور اضافه هستم من نه بچه میگه پا نیست چرا یه بزنی در زنه بهتره سکت بلو مادر خود همی دختر که در می خانه پدر که از همی 15 و 16 که بالا رفت باز دیگه اگر تازه خواستگار آمد که از دادش خوب اگر نه که این 16 17 و 18 شد یا 19 این خلاص دختر فلانی دیگه یک دونه خواستگار نداره از ما مردم ها رسم رواج است بچه ما از اون خاطر سلما جگر خود بودم عدس اوقات تلخی عدس جگر خونی گفتم بیا من نکای تو هم شا پشت بختت بری هم دختر که رفت زندگی سر رفته مادر دیگه چه قسم پشت بختم برام که مادر گیریان تو کور کردی خود گیریان بچه نه دختر رفت همین بند دلم رفت دیگه دلم دید بجای نیست مادر جان مسافر شد خدای نکرده بره خود چیز نشده میای سال یک بر رخصتی شب میخیزم میای دیگه نکو جگر خونی امرد گپ میزنم ویدیو کار میکنم دیگه تو چی میخوایی مادر؟ فکر با خدا هر جای باشه آرام باشه آویش سرد نانش گرم دختر بود بچه دست پای بود میرم کار میکرد شب خانه میرم بس سودا خلطی سودا دستش کش کرده میورد مادر چی میخوری چی نمیخوری خوارم چی میخوره چی نمیخوره بسم الله مادر به خدا من دلم پیشش کشال است یک دقیقه گیری مرا تحمل نداشت همیشه میامد که گیریه نکو کدی خسرانت روی صحیح داشته باش برم زیاد نصیحت میکرد حداقل در میشفه خانم که میرد نوکری بیام که میرد دلم میخواد حداقل از پیشش خود جمع میبود مادر پیش چشم مخمی بود خب مادر دختر است و ماینده داره زندگی داره تا چی وقت امرو خدای موت کنه جوان دختر است بازوهای خود حال نرسه باز از پیری کسنش کلان شد میتونه رسیده نمیتونه نه امی که بسر بلندی رفت امی که در یک مقام خوب میرسه اینمی به موت افتخار است مادر چی گفت کم دیگه تو غیر که نام خوخانه خوار میشه توی قسم بود نمیرم موجه حالا میریم اینجا که بعد است یعنی برای من گپ نکشن نگه نمیکشه او رقم آدم ها نیستن حال تو میگی نیستن یا نیستن یکی دیگه هم پوستر میگه بگه سعی رفت یا بیاز تناستن دیگه ما باشی بنوز خوب است من خونه میرم خانه خواره نمیفهم که بعدا خیر تا چی مشکل سمیر جان تا خانه اقل ساخته میشه نه آله او باید دو دفعه خود دیدی که دختر هم یک سر پدرم چقدر تومت کرد نه چی پای زده بود حالا از من یک پدرم از امید کنم اون طرف آمدن نتونم من چی کنم اونجا برم نه بود مشکل حل میشه خوبه نه چرا خیلی رب چیزی نیست و حل میشه منطقه هم خیره از سادگی و گپا رو زدن اگر پدر پر آدم خوب مذاقی است و میفهم کلگی نه و من دیگه قسم فکر کردنی اصلا که است تو نه بسیار خوب بود شخصا احترام نه جوان پدر من مجبور هستم ما برم بخیر خوب ما خود رفتنی هستم میرم دیگه در سمیرا رو ما خیلی گفتم که ما چون که چرا تغییر کرده بخی هم یک رقم نمیفهم این دفعه برم پدر پیشین بیا یک تومت دیگه بخورن ما خطور گفتم دیگه از دو پیدا که تو تومت چه یک شانو بتیونه بر پدرم هر کس میفهمه کارش زندگیش مربوط تو نمیشه زندگی یکی خب دو معنی که برم سر مادرم هیچ گپ نزن به خاطر از اینکه میفهمی دخترش مسافر شده در این حالت در این شرایط در این مشکلات در این من سلما جان بری و پس نبی ان شاء الله تعالی خام شرم از برای بسیار شرم است گپ میزنی تو نه به خدا مادرم بشنوه والله که دیگه تازنده است برای تو گپ بزنه گوش تو گوش اجمل لالم گوش
خوراک ما گوشت چند نفر آرام شدین، یک بلا از سر ما خلاص است. شکر. حالا که از همینجا کوچ هم کردین وقت و بلاس بر تو. اینجا که می آمدم لبروی نمیکردن. بگوی تو که قدر مشکلات سرما میاره و غضب نیست. با پیشانی واز دیگه دفعه میایم بخیر دیگه شم رخصت شه بره بخیر یک دونه مولا رو ما پیدا کنیم بیاریم اینجا نکاش واسطه کنم دلم یخ کنه. بخیزه بره خانه وقت. فقط به دست توست. بیاد بعد از نازنین خوشی میاد فقط ما بیشتر نه ما قناعتش ندادم برای دایم 5 دقیقه کل چیزا جمع میکنم براش میگم بر ما با هر چیز هر گپ به زبان تو نمیشه که کار بکنی. زندگی آرزوست، مسئولیت خودش از خودش میفهمه و کارش تره چی دلش که نمیال آرسی که دلش که در روز باد که دلش که یک موقع پروازیا از پوگریا الا دادنا از کل چیز نشکر رفتید نه آقا چیشتا گریان داره. تو چی کردی؟ نه تو چی کردی؟ خوب شد که نمت شد ازی بدتر شد. شرم است. هر دفعه از مادر خودت بگو. نمیشه تو حال نگم. ارزش او باید خیلی بالاتر از آرزو. کاش که آرزو یک آدم خوب می بود. آرزو میشه در اوایل خوب باشه. کس تضمینم کردن نمیکنه خوب، اما نه لیاقت اوایل نداره. برای اوایل کسی می بود که احترامش می داشت، از خاندان خود ما می بود، می فهمید احترام و وارد خاندان از یک قسم خاندان این تو بی سر پای گدوه اصلا نه بخیر خواد ازلون برای باید شیرنی داده بود نه بس پس علاقت رفت که بچه هم میخود چی که فرار که درستی که داره همه جور مفتگیر کرده میگر من خود چطور کنم الهی دختر مریض رفته نمیتونم نداره تو چی بگرده که چی شده میم چرا آمده تو چی خبر که اولاد من مریض شد ناجور شد خب نفجا والدین خاندان از اونها یک طرف بیسور است به خاطر تشویش میکنم نگران هستم دیدیم برش میسید نزید تشویش نخیر بله مادر جان دیگه تمام کرده رو باشه ازیت نمیکنی مادر جان خدا سرچ کملر زنه مش خالصی دیگه لازم میشکن دیگه جان مادر خدا دیگر مخون نکوزد قیصرت شام چرا تو لرزه گرفتید بیش خاله جان خدا جان خوب است مادر جان تشویش نکنید مرا خدا رو تقیید شادم پایین نکن مادر جان چیز گفت نیستم و خطا نشوین میریم شما برین خانه ماماییم شما کتیا نکن مادر جان که گفتم شما برین من مشکل ندارم برین اول خیلی چی شدم ببخشین دیگه که شما را خدا ببخشید تشویش کردم تو زندگی کتیا نکن مادر جان خیش باید شما میره خنده که مادر جان دیگه بازتر وضعیت من خراب نشه این از این 15 16 باید نامزاد شونه 100 سال نامزاد بانه تا 18 نامزاد میبانه میره سی میگن خانه بخت خود میره بچه میرفتی در راهنمای معاملات یا در اون نقاش که گوسپند چیزا هست نه و اون مردم ها رو میگفتی که پیدا میکرد هم تو گوسپند فروشا رو باز میگیری به تو ها خصای که تو رفتی زن مامای سادگی تو زن مامایت خب بیگانه نیست او کلان است از مام کرده شاید مامیم کلان باشه سندش خودم میره که یکی مشوره میکنه بیگانه نبود زن همسایه نبود زن کدام خورخونده من نبود که کدام خورخونده من بده باشه رفتم که زن مایت مشوره کردم گفتم این یک آدم عکسی پیدا شده کمی فاطمه را بتم جان مادر زمین خاک برایم از احتیاجی برایم از خانه دپ بیوسی به دروازه برایم بخی کشت مار گرمی چشم تا بکی خوارزار باشیم اگه غریب باشه نه تا پیسه دار منتظر خب غریب چی کنی دیگه؟ یه غریب من یه غریب بود چی کنی؟ عروسی من نیست پیسه است نه بچه میگه پا نیست تو آرام باشی تو خوش باشی از طرف تو دلم جمع باشه سعی کجمل بیادر تین چند سالش زن از بی پیسگی باش ما زن داده نمیتونیم کو که پیسی زنش برازو برو زن پیدا کن چی برو نیست پیسه نیست پیسه نیست جان مادر پیسه نیست هم یک خارجی پیدا شوه که یک چند پتویانه تورم که بگیرم غیر از من باز مادر ما کمک روان میکنه دلار روان میکنه دلار بندل که برای مجمل یکی بگیرم چقدر زحمت بکشه چقدر کار کنه چقدر بیاره ده خرج ما شما بخوریم چقدر ما دوامو بخره از این تنبل شای دیگه خیر ندیدم حقا ندمی خالی خسان تو خیلی ببینی بچه که بچه های کار نمیکنه صحیح دیگه مرا دشوی بوده خب که مقام محبت بر من نمیداد اما خود نزدیک برم نمیکرد خب مادر آدم با مادر خود محبت نشانته یا مادر با اولاد خود نشانته خیلی نشان بده نکن مادر جان مریض میشی ما بدون تو کی را داریم
خیلی که ما پدر نداریم بیادر نداریم، خودت سایه سر مستی، هم برای ما مادر شدی، هم برای ما پدر شدی، هم بیادر هستی، کل چیز ما تو هستی مادر جان. خدا هم یک دقیقه خواتت دیر نکنه، هیچ جگرخونی نکن مادر جان. من در قصه هیچ چیز نبودم، من دخترم که در پالوین بودی در قصه هیچ چیز نبودم، یعنی سلما که از پیش برای بیخی دیگه مرا شکستم. مادر آسمات اسمه هستم، خیر تشویش نکن. هیچ کس جای سلما رو گرفته نمیتونه یا ما سلما شده نمیتونیم، ولی کوشش میکنیم که بر کمیش نمانیم. فقط تو گریه نکن مادر، دیگر خونی نکن. دیدی که حالتت از خاطر دیگر خونی در چی حالت رسیده بودی. دکتر هم گفته که تا حد توانتون مادرتون خوش نگاه کنید. به یک حساب خوش شدم که نمیاد او باید مادر جان از این صرف نظر که عروسی نمیکنیم، خیره که آرزو جگر خون میشه. گفت آرزو که مرا قسم داد تو کالا پوشی که من هیچ دیگه کت تو ارتباط ندارم. گفت پیش خود چرت زدم، گفتم خیره مشکلات مادر ما هست، ما از مادر معذرت میخوایم، خیره دیگه امی عروسی رو نمیکنم. گفت خود سعیز بچیم دیگه خوش شدم بچیم. اینا دلت خوشحال شد؟ مادر خوش شدم. خب میگم تو پیش از وقت کم اومدی گفتی این تو نکام نه خدا نکنه بچه پاشیدی مادر. نه خودشان به من گفت، من نگفتم بچه خودشان گفت. نه خوار گفتی که یک نکاح کنن بس از تو پیشنهاد داده بودی نال محفل اینا. سعیز بچه ما برو مادر خانه دم خیال کنم تو هم هستن. برو بچه برو بعد از نه برو بچه من چون چی پختر کنم. انشالله که روزای بعد دشمنش نبود، دختر بیادرش بود نه؟ هر چی که بود. من حال دیگه سعی کنم که چی روزای دیگر چی روزای ببینه از دست از این بچه باش خود دایی رقم خیلی بازیش داد. گفته بود که ما هتل میگیریم مچمی میکنیم میگم پیسا را دلارا را سر جیب مونده بود. مشکلات زندگی سر یک نفر بیاید به هر حالتش. امروز پیسه داشتی صبا را خدا نمیفهمه که تو در کجاستی کجا نیستی. تو از خارج اومده بود دلار رو یاد رفت از سر جیبش خیلی به اونم بانه دلاری دارزو را گرفت. تو هوشیار نمیشی نه بگو پرت و خاینال سختی آمده نی مشکلات آمده. سختی خودش کرده که از این جیب کشیده در این جیب زده که معلوم نشه اون سختی است. از جیب کشید او جیب انداخت که دیگر روز به درد بخوره. حالا میتونه چی در زندگیش مسئله آورده که در یک نکاح خلاصش کنه. من خوش شدم از این کار من خوش شدم. نمیکنه اینا نمیکنه. بسیار بلند پروازی میکرد. اینام بسیار زیاد خوش شدم. بخاطر یک بار دیگه که اصلا خراب بخیر. خانه مادرم از خانه مادرت. باز من میرم خیلی باز اینم اینجا نگاهت میکنه. من میرم خانه میرم. چی میگی؟ چرا نکنه نگاه من؟ از روی سرک پیدا کردگی نیستم، از شفاخانه اردگی نیستم که نگاهیم نکنه. اولاد از این خانه هستم. اگه میگه پدا پیشی مزد من نمیشه تو میمونم میخوام. میگه بخاطر دست زن تا گرفته برای از خانه ما کی میگه؟ چرا بگویم مادرم خودش زنگ زده بود که بیا. حالا از او خلاص هستی از مستی من میبرم. خوش نیستی شکری؟ نه چی خوش هستم. خطا کشتی خدمت مرا میکنی تا کدام مزدوری زن بیادر را میکنی؟ خانه وقتت بر کارم چه خوش باشی. رقمشم بعد است که تو بری یک نفر بگی برو برام از این شوی پیدا. هیچ بدی نداره. یک دانه خور خونده داشتم کوقا تو ماشم 2 ساله 2.5 ساله بودی. 2 تا 3 تا دختره جوان در خانه داشت. میفلا خورجان است دخترم دیوانه‌اش میگه یک برش پیدا کو. نه باز یکم 3 دیگه ما گرفتش. که بیا که خیلی تو نه نگی کم میگی. عروسیام در خانه میکنیم. این دختر ما بیا بگی. بچه ما بیا بگی با دختر با بچه خود میگیرم. رفت گرفتش نموگر خوش آرام بود جانم بوده تاکه ولی خب تا که دکاندار بیای مثال کراچیوان بیای کدام موتروان بیای کدام آدم ایلا گشت بیای خارجی نام داره نام که به نام خارج که باشه مردم بگه انت برش هسته اینه تا بوتکایش اصافی میکنن پشت گپ نگرد بچیم زن مامایت از بیگانه نیست یا خارجی پیدا شوه لپ جب تو رو میگیری از ما را مگر مام از خواب بریم یک تخت قالین بخرم پرده بخرم توشک بخرم این نره توشک ها را پر کنم چی خانه و زندگی میداشته باش خوازو کده من میرم خیلی کار میکنم کی هست؟ کیست تو بخطو؟ حالا صدایم از او چی صدای زمون خواهد چی گفت از خیرت باشه؟ چی شده؟ الو چی شده؟ روزم بیاد چی شده؟ بخطو چی کردی را؟ باشه درام بیام بخطو الو دختر زود تنگی زود کو کالی خدا نخواسته نماید بلا جان من نشد خدایا از زیر چکه خیست من زیر نواز ششتم با شبای من اونجا آرام بود هیچ گپ نبود نه بخیره بخوبی حالی که چیز نشه دختر نباید شما کنیم کار بخشی کردیم ما خلا کردیم
میخواد رضایت ندارم دست منه باشه رضایت بازم مادر دارم پدر دارم خود از بود حالا تصمیم میگیره بدل پدر چی میگی؟ نیست. اگر از پیر جوانیش میگم یا لسکر پدر جوان است نه پدر خود جوان است که 3 ساعت یاد تو میکنه جای خودت تو میکنه خب چت میخیزم او از نازم تو میکنه خب مطالعه شده خب خیر است شمیرا جان چی دست متا گپ دیست که عالمه خوبا رو نمیتونستم بزرگ خودشان که وقتی که رضایت نشان دادن باز مشکل نداره حالا ما چی بگویم بزرگ میتونم ما رو بر از بابتون بازار قلب رضایت که نقش کمونیکاشن نمیشه پدر خب صحیح است تو هم کنان هستن بخیر چی شدن دیگه اصلا از جوانی موانی گذاشته خب خیر باشه تو که شک میکنی اگر ما گفتم مردی ما بریم خوبتر است همونجا خانه خوارم خب تو که میباشی دلت تو باش تو باید و جان و اینجا میباشه خب یکان چکر میره کنم و گلکاری بیار است یک سر پرستی و جان پدر ما انظار میکن برای که بودم کار تایی پیش بر پدر که هم صحیح کار کنه نباشه خب بازم سرشکست نباشه کار نمیکنه با دل خود دیگه برو تو اونجا ما هم بخیر میرم اونجا بخیر خانه همه چون میرم دیگه اونجا میباشیم تا بخیر معامله سر باز یکی راستی پدر اونجا کرد که کاتبین زیاد بفهمونش که بزن خیره تو که بیر باز داشت خوش میشه از وقت دست بخیر انسا که تو معامله که تو نباشی از وقت همیشه گلم میکنه قار تو تا قیس هم نمیتن دیگه از پدرم خواست کنم از پدرم خواست پدرم امروز گپ بزنه که بیایه در معامله اشتراک کنه دیگه او که نباشه ما مرسی نمیکن بیبین که نباشه ما مرسی نمیکن برو این دفعه که محفلت شد پیش از یک روز پیش از محفلت بیارش خودت برو پشتش یا خدا نکنه نه شما باید خود قرار بگیریم که من روحیه بگیرم وقت روحیه من خراب میشه اور پیش دکتر نبرم از جان مادر خود چه قسم میبرین مادر جان میگم نه که در خانه ما باید باشم مامان باشم ما خود مرد نداریم یعنی تک مریضی میشه شما مریض میشین من مریض میشم خیلی خطری رفتن دیگه گریه نکن مادر گولی من گریه نکن دیگه روحی ما خراب میشه وضعیتم بدتر از این میشه بریم شما برین خانه مامان مشکل ندارم من خوب هستم از رجال خیلی بریم مادر شما مشکل ندارم خب دل طاقت نمیتون چیز گفتن نمیتونیم مادر طاقت نمیتونم بکنم خیلی نمیتونم بیایم در بغل خود بگیرم بچه نه مادر جان راحت بشم من خوب هستم خیلی رفت اون خلق دخترم یک ذره آرام شوی مادر جان شما گریه نکنید من خوب هستم چطور گریه نکنم یک دونم مزدانه من مادر من خوب میشم صدقتون شما میخوام نشد پیچم خوب میکنم بیاد دیگر کسایی بانم سرک بان خلق برم مادر سرم خوب مادر فرسون من بیا همه من فرسون من نه تو باید بیرم نمیشون نه مادر جان چشمایی چشم بچ چی شده تره؟ چرا؟ چی شد زن ماما؟ چقدر حاله ما خراب است خدا سرش رست کن بخی تو بخی چی شده؟ چی شده؟ بیا رقیقه و فتو کم بیخوانی شد لازم بیخوانی ما زن ماما چی شده تره؟ چرا؟ بخی دمشه کویرگا جان مانا بخی تو خطا ساختی خیرت باشه چون تو شدی چی شده؟ گاز گرفتی چی؟ الان دمش قید میشه نمونی وانا یه گل سکار گشتر میشه چی بلا زن ماما جان چی خوردی؟ چی خوردی؟ شب چی خوردی؟ صبح چی خوردی؟ گوشنگی خیلی تو شدی؟ الان قشتم خوش شده نیست یه زده بود چه؟ خویه هم نداری تو که کارش گرم است نمیتونم بیاز دمش قید میشه تو کنی مالکی زنگ بزنی که کار رقم نشده جنجال نمانی زنگ تلفن دارم چون ندارم ما چم نمیفهمم کار کدام گپ شد خب بین شما کدام کار بخش شدید
جان چی کردی یک دفعه چطور تا اینجا بیچاره آمده چه رقم آمده باشه دم میزد یک چیزی که کنار رو نتونسته نتونست زیرا نخورده ای سر سمتا خود نخیدن صدا کده بیچاره نشنیده خب چون تو شدی خیلی تو هر وقت همه تو میشی یا نه؟ هزاری روزه که اختار مردم و شبلم نیستم پرورزی تنها بودن هم دیگه خوب نیست که تنها باشه دوازده دخترم که سرم نامره و کامونم لباز آمده سرم حالا خیلی تو تنها بودن هم خوب نیست خیلی کاش که یک کسی پیشت باشه شومی باشه مانعمی باشه یا میدونه خمسات یک عمله بیایه دستمات بخود در دیوال بخود چطور میشی؟ نه خیلی مثلا پدر ببینی من نمیرفتم طرف سایلم نمیکردم من خب بیوان نیستم مثل ننندر توره خیلی زر خوشخون شوی من نتیازر حالا ننندر ترشی گفت دختر کلو پیش میکنی راست میگم یک دفعه هم نمیسرم دوا خود داری بریم دوای تو بخور. خدا داره نداره دوا؟ دوایم خلاص شده من گفتم دوایش خلاص شده مرسلم چطور به خدا ساده بوده خاطر از او باید تماسا بس خود خراب نم از خالیم را خراب نم خالیم بیچاره بخیر چرخم رختار با مادر خود زنگ میزنم تلفنش خاموش همین کار دفتن تا هم خوش نداری او خوشو با خدا هم یک نفر دیگه باشه تو را زنگ بزنه بخی بیا چاش تا روسیس میدی خب میگی یک روز پیش خبر کو درست پیش خبر کو باز گپ سعیز بچم گپ از این خانه بودیم ما داماد هم خانه بودیم ما پشت من اگر وقت بس بسر بیدا و برای حالا چیخ نمیزنم من بخوبی میگم بتا حالا اگه میگم بریم موجه سرم چرا جیغ میزنی؟ نه دیگه بیشی دیگه کتازی ها بیا دیگه ای دلت نگی من فقط به خاطر خودتان میگم اگه میقسم ادامه بتین میقسم مامای من نمیترز چی میکنه میگه یا خب بیاز است دیگه کسی که هست کسی قصش نیست دیگه اگه خود بالا گرفتی خودت به خود ارزش قائل شدی و بر تو ارزش قائل میشه